خبر به همه ما و شما معلوم است در نتیجه هجوم تجاوزکارانه و آتش‌کنانه نیروهای مرزبانی قرقیزستان با مقصد خلالدار نمودن استقلالیت، تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان و غصب نمودن حدود مملکت، سرحدبانان قرقیز از تکنیک‌های حربی و سلاح‌های آتشفشان گوناگون تمغه از جمله هواپیماهای بی‌سرنشین استفاده نمودند که در نتیجه شماره زیادی ساکنان موضع‌های نزدیک سرحدی شهر اسفره و ناحیه بابجان غفوروف خسارات جانی و مالی دیده منزل‌های استقامتشان خراب گردید. فرزندای نیوره های گفته هم ما گریخته پدوال به در آمدیم. پدوال به یک سوتکه مانده برفتیم. اسات حفی سحری تا حفی نمازگری مانده برفتیم. گوشنه و تشنه و ماندیم. برامده بینیم یگان نسخه نشانی خانه نیست. امجاما نیست. تمام ذخیره پشت این خانه قطار 5 خانه گینده ذخیره حسابی و انبارخانه ما بود. انبارخانه تمام سوخت. تانه گندم ما بود، جو ما بود، گندم، جوار مکه همشه ما ذخیره کرده بودیم. اکن ما حاضر سرسان شده منمین ویراننده شدیم، خانه های ویراننده شدیم. و التماس میکنیم که من ماهای یاردم کنن. امی فرزندامو نه آدمو های نه روغنامو های نه پولامو های که ما استر برویم. استادان و کارمندان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابجان غفوروف با تشبث راهبریتی دانشگاه زیر پرتو سیاسی انسان پرورانه پیشوای ملت با عائله های ضرر دیده نزد سرحدی دهی آوچ قلچه و از جماعت چارکوی اسفره دیدن نموده اظهار همدردی عمیق بیان نمودند. اهل جامعه مهنتی دانشگاه به 60 عائله های ضرر دیده مواد خوراکه عبارت از آرد، برنج، روغن، مکران، تخم و دیگر محصولات های لازمه را دسترس نمودند. مسئولین ابراز داشتند که جامعه مهنتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابجان غفوروف نسبت به تلفات جانی و مالی ساکنان سخت اندوهگین بوده به این مصیبت بی‌طرف نیستند. البته این کمکی که امروز شد بعد از همین حادثه که به وجود آمد قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه به ریاست دانشگاه مراجعت کردند که میخواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع آوری کرده شده. با تشبث یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع آوری کرده شد و قسمت مواد خوراکه همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت‌های خستیورز و قلچه و انمی جماعت‌های چارکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد و من فکر میکنم این آغازش است. باز هم پیشنهادات زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته ایستادیم. فکر میکنم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعداً ادامه خواهیم داد. هنگام بازدید از جماعت دهات چارکوی شهر اسفره معلوم گشت که مرزبانان قرقیز با مقصد زوراً تصرف نمودن حدود مملکت سرحد تاجیکستان را عبور نموده با استفاده از تکنیک‌های جنگی تنگ و توپ‌ها و یراق‌های مهم خانه‌های مردم آسایشته را با آتش کشیده نیست و نابود ساختند. در این موضع نه تنها منزل‌های زیستی اهالی آسایشته بلکه مکتب و دیگر مکان‌های جمعیتی زیر تیر و تفنگ و چرخبال‌های بی‌سرنشین قرقیزان قرار گرفته در نتیجه منزل زیستی عائله‌ها پر نیست و نابود و قسمی از آنها ضرر مالی و جانی دیدند. از همین من همین دیده و از سال 1987 همینجا دود ما همینجا زندگی میکنیم. من بچه‌ها همینجا کوه رسید 15 نبره دورم یک بیره دورم. من این وضعیت دیدید. همین خونه ما 32 سال باز مهنت کرده همین جمع کرده. همین خونه ساختیم. من برادر قرقیز چه احوال گرفتار کردم. معلوم گشت که یگانه مکتب میانه رقم 64 دهه سامانیان پره خراب گشته همه لوازمات‌های آن به کام آتش رفته است. اینجا صنفخانه مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 64 دهه سامانیان جماعت دهات چارکو است که در این مکتب نزدیک 400 نفر خوانندگان از صنف 1 تا 11 تحصیل می‌کردند. روز صبح جمعه از جانب سرحدبانان قرقیز مورد حمله آتشین قرار گرفت و در نتیجه همین دیواره های خراب و سوخته و همین پایه های میز و کرسی های ماندند که به دیگر هیچ چیز کار نمیدهند. تقریبا ساعت 5:10 5:15 سحر بود که با آوازهای بلند автомат چی سر شد جنگ گوییم مناقشه بین دو دولت. همین مناقشه برو آمدیم از خونه تا همین بچه‌ها برو آوردیم که یک چند دقیقه گذشت سر شد همین جنگی که اشدی که در سالها ندیده بودیم همین جنگ را.
همین خیلی که همین گواهی میتیدتون پشت من وی ما این منزلی استقامت نه این منزل مکتب بچگان کودکستان حتی همینجا هم ساعت 5 سحر یگان فرزندمون نبودن شکرانه خلابر ما بودند و خلاص گفتن همینجا به آتش زدن بیتون میبینیم که یگان علاج اومدن نشد از автомат آتش میکشن ایاروخوی شکوری از گرانتمیوت مینمیوت یک چیز پفتن که همه قووزش بلند که میگوی آسمان اونده باشد همین زد هم یک تیت شد رفت علوب در گرفت با میگم ما افغاگر ما نمیدونستیم ما جوگی خوب مونده خوب بودیم ما به فقط یگونه خبر شد که فرزنداتون احتیاط کنتون برای ما همه گفتنیم که ما افغاگر نیستیم ما وطن دوست مهمان پرور ما تاجیکستانی ها همه اوریون همین خصلت داریم دوست می‌داره مهمان داره را ما را میگم به تمام مملکت مقامات ها میگم که ما جنگ سر کردیم لیکن خودشون حتی ماشین رو نمیمونن که اینجا خوشبختانه مهمونای ما بیاد رود سنگ میغرونن برای سنگ میمونن همون افتستاپ میگو چی میگو همه رو میمونن اگر ما افغاگر باشیم وهاب کدام خصوص این مکتب بچهای ما را زدن سکور موی قطعی زنه های حامله دار مو زده مایده کردن مگر این است مسلمانی این همین اشی ما همین ها به سوال دادیم که اگر ما افغاگر باشیم شما برای چی همین سکوری که یوری تاجیلی هست در برش همین فرزند چیز زنی حامله دار است همون زدتون نیست نابود کردتون همون کودکایی که در تمام همین مقامات حضرت چوب کردیم چه گناه داشتن 5 ساله 6 ساله 7 ساله ها که همه رو زدن مایده کردن ما افغاگریم یا اونها افغاگرن در ملاقات با مسئولین مکتب راهبریت دانشگاه ذکر نمود که برای تامین تعلیمگاه با میز و کرسی‌های زمانوی و شرایط‌های دیگری تعلیم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов کمک خویش را در اقدام دارد و پیوسته مساعدت خواهد کرد. باید ذکر نمود که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا از نام پیشوای ملت به 300 عائله‌های ضرردیده نزد سرحدی مسائل ساختمان و مواد غذایی دسترس کرده شد و حالا این عمل خیرخواهانه از جانب افراد گوناگون ادامه دارد. هر یک تاجیک و تاجیکستانی را ضرور است که در حمایت مرز و بوم کشور خویش صادقانه عمل نموده در کمک به ضرردیدگان اهالی جنگ زده دستگشاد و مددگار باشند. اسفندیار هیتوف دوران ایسابویف دهی آوش قلچه و جمادی چارکویی اسفره